که په کرنتین کې په کور کښېني نو څه به کوئ؟ ځینې خلک شته چې د کور د ناست څخه هم استفاده کړې ده. دلته په لندن کې یوه پکښې سمیرا جانه ده چې پر یوه وخته څومره کارونه کوي. راځئ چې کیسه یې واورو. سلام د سیما لیدونکو، زه سمیرا یم د لندن که. وقتی که کرونا آمد و همه جای بسته شد، دفاتر، کارهای رسمی، ما به این فکر شدیم که ما در لندن هستیم اما کرونا سبب از این نمیشه که ما کارهای خود استاپ کنیم، چون همه کارها از خانه پیش میره و آنلاین شده بود و ما هم به این فکر بودیم که یک کار آنلاین کنیم و دنبال یک کار بودیم که مفاد هم داشته باشه، خوب هم باشه و یک طولانی مدت باشه. دنبال کار گشتیم و یک چیز بسیار خوب یافتم که برای همگی مفید است و ما این کار خواستم شروع کنم. کمپانی الوویرا که مواد طبیعی و خالص به مردم مفروشه، مواد آرایشی، مواد غذای طبیعی و کارایشان همیشه طبیعی می باشه و من هم خواستم که همین کار پیش ببرم از طریق آنلاین و بتونم به خانم های عزیز یا طفلای عزیز کمک کرده باشم. این کمپانی را من از طریق یکی از دوستا معرفی شدم که اونا به من معرفی کردن کمپانی را، چون خودشان کار میکرد و تعریف کردن و گفتن که چی کارها هست و چی فایده های داره و من هم تشویق شدم که این کار شروع کنم، چون از فایده و مفید بودن از این کار آگاه شدم و شروع به فعالیت کردم. کار خوب در اوایل همیشه مشکل می باشه تا یک کار، یک بزنس خورده شروع کنی و سختی خودم داره و خوبی های خودم داره که تا مشتری آدم پیدا میکنه، تا مردم با امرایت آشنا میشه، تا خودت بتونی که با مردم آشنا شوی و کستمر پیدا کنی و مردم ازت خریداری کنن. یک ذره مشکلات و جنجالای خودت داره و محدود نیست کستمر. ما میتونیم از همه اقوام داشته باشیم، مثلا خارجی، عرب، افغان، پاکستانی، ایرانی، از همه مردم دنیا میتونن استفاده کنن. نمیشه تنها بگیم به افغاناست یا به یک مردم است. کستمرهای ما از همه اقوام و ملیت های مختلف می باشه. مردم میتونن از طریق وبسایت امرای ما ارتباط پیدا کنن یا از وبسایت فیسبوک و اینستاگرام ما میتونن ما را دنبال کنن. وبسایت رسمی داریم، میتونن از اون طریق ما را پیدا کنن و مواد یا پرودکت که داریم از استفاده کنن. مردم میتونن از طریق آنلاین آردر کنن مثل کمپانی های مختلف دیگه و بیش خانهشان میایه، یا میتونن امرای ما تماس بگیرن، کانتکت بگیرن، ما برشان آردر میکنیم و برشان پشت خانهشان میبریم یا من اگر نزدیک باشن کلکشن میکنن. داریم که رستوران هست انگسبرگ، اونجا هم کار میکنم و خواستم میرم شروع کنم. مشکلات و چالش های زیاده هست با وجود از اینکه مادرستی طفل هستی و هی همه کار زندگی هم هست و اونا رو هم پیش میبری و یک کار دیگه هم یک بزنس خورده آنلاین شروع کردی. چالش های خودت داره و خواستم که شروع کنم. یک فرصت خوبی بود برام که شروع کنم. من میخواستم نشان بدم به افغانای عزیز، خانمای عزیز که میتونن هم مادر باشن، هم چندین کار یک جای انجام بدن، چندین بزنس کنن و بزنس وومن باشن و من خواستم که شروع کنم و خانم‌ها هم تشویق شوند که کارهایی که دارن در ذهن خود انجام بدن و پشتکار داشته باشن، در یک جای استاد نشن، استاپ نکنن کار خدا را و همیشه دنبال کارهای مختلف باشن و تا برسن به پیشرفت و موفقیت. مننه د سیمان نیوز او ساسو د وخت